فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ببینن من این از حفظ دارم میخوانم، من حافظ بودم، دروغ نه. خواهر محترم، ما یک گپ برات از دل میگم، شما کوشش کنین دین ترک نکنین. اگر کرده باشین پس توبه بکشین. در اسلام تعلیم دخترها هرگز بند نیست. در اسلام همین چیزایی را که شما گفتین، دین اسلام یک دین مقدس است. ای که ما دین اسلام خنجر میسازیم و در شکم به مردم درو میکنیم، خیر ده فویگم چه غلطی ویله مشکل نست، خیر ده صحیح به یکی او بوایی دیگه. اینمی یک ریکوست برادرانه ماست، به خاطر خداوند میگم، به خاطر ازی که سر ما حق داری دین ترک نگویی، گپار نزن. از زندگی دنیا که است خواهر محترم یک چند روز است. ایرا ما باور داریم که میموریم، هر دینی که باشه مرگ است، این دین ماست. پس شما می گپ اگه زدین خدا نخواسته اگه دین ترک کردین پس توبه بکشین، امرای متعهد کنین و زندگی که هیچ پای نداره او را خراب نمیکنیم. در دین اسلام تعلیم خانم ها، کتابات خانم ها، سبق و این چیزا بند نیست خواهر محترم دیگه. اینمی تقاضای مستق دیگه به خداوند میسپارمت. باور به خدا کو که دل ما درد کرد، بسیار ناراحت شد. چرا یک خواهر ما دین ترک کنه؟ این تنها انتقامی بود که من از دین گرفتم که چرا تو یک بار انتقام نیست، امرای خودتان ظلم میکنین، امرای خودتان ظلم میکنین و ایگا پا ببین صاحب، زنی که پرورش دهنده مرد است، زنی که بسیار میبخشی خواهر محترم، ما از این بالاتر نمیتونم امرایت صحبت کنم. داسې حال د شیخه سړی حیران پاتې سي. زه یوه خبره تاسو ته کومه چې از دست شما نه، از دست ما نیسته، چې موږ باید ډېر کوشش وکړو په عموم کې ټول مسلمانان چې هغه د دین په دایره کې داسې څه ونه کړو چې چاته سوال په دین باندې پیدا شي. ګناه زه کوم، راسب یو خبره ده خیم، انسان چې داسې حالات ته رسیږي هغه د خپلو اعمالو له وجې له برکته رسیږي، په خدای کې دین رسي.